در یک بعد از ظهر سرد پاییزی نیکا در حال تماشای تلویزیون بود. نیکا عزیزم، مسواک زدن رو فراموش نکنی. باشه مامان. نیکا جان فراموش نکنی مسواک زدن رو، عزیز دلم. نیکا شروع به تماشای کارتون کرد. بعد از اینکه کارتون تمام شد تلویزیون رو خاموش کرد، خمیازه‌ای کشید و رفت توی رخت خوابش خوابید. صبح وقتی از خواب پرید متوجه شد که برای قرار با دوستش کمی دیر شده. دست و صورتش شست و رفت پای میز صبحانه و سریع عسل رو روی نون توست کشید و تون تون شروع به غذا خوردن کرد. اون وقتی برای مسواک زدن نداشت. نیکا با مادرش به سمت در حرکت کردند. نیکا و دوستش خوششانس از مادر خداحافظی کردند و به راه افتادند. اونا شروع به قدم زدن توی جنگل سرسبز کردند. با هم حرف زدن، گفتن، خندیدن. اما ناگهان نیکا احساس کرد که تشنه شده. برای همین خواست آب بخوره. دوستش خوششانس به جلو اشاره کرد و گفت اگه بخوایم به خونه برگردیم باید از این راه بریم. بعد به سمت راست اشاره کرد و گفت توی این مسیر من یه دکه نوشیدنی رو بلدم. نظرت چیه بریم از اون دکه وسط جنگل آب میوه بخریم؟ نیکا با خوشحالی قبول کرد. بعد از اینکه آب میوه می‌خریدن راهی خونه شدن. وقتی نیکا به خونه اومد مامان پرسید یادم نمیاد صبح مسواک زده باشی؟ بین راه که با دوستم برمیگشتم یه سیب از درخته جنگل چیدم و گای زدم. عزیزم هر چیزی جای خودشو داره، یه سیب نمیتونه جای مسواکو بگیره. برو مسواک بزن. مامان میخوام شکلات و خوردنیای خوشمزه‌ای که روی میز پذیرایی بخورم. امشب مسواک میزنم. بعد از شام نیکا با خودش فکر کرد الان که ماما خوابه بذار فردا مسواک میزنم. مادر نیکا با پدرش در مورد تنبلی نیکا برای مسواک زدن صحبت کرد و پدر هم قول داد که به مادر نیکا کمک کنه. اونا تصمیم گرفتن هر روز سر ساعت مشخص دور هم جمع بشن و مسواک زدن رو تمرین کنن. بعضی وقتا دندونه همدیگر رو مسواک می زدن. پدر دندونه نیکا رو و نیکا دندونه پدر رو. مادر هر شب قبل از خواب کتاب بچه پانده هایی که از دندونه‌شون مراقبت میکنند رو برای نیکا میخوند. نیکا هر موقع که مسواک میزد یه تیک توی جدولش میزد. وقتی عدد به 20 رسید مادر از جعبه جایزه مسواک کلی جایزه به اون داد و به خاطر موفقیتش اونا بوسید.